مادر بزرگ به گلدان نرگس که میرسد سرانگشتانش را خیس میکند و میپاشد به صورت گلها تا هم عطر گلبرگها در آسمان جاری شود، هم تراوت آب گونه های گلها را خیس کند. من به این که کنار او بایستم و به این مهربانی چشم بدوزم عشق میکنم. حال من اینجا مثل همین گلهای سوسنی است که قد کشیدند کنار این بارگاه، مثل همین زیارتنامه‌هایی است که از جامعه لبریز می شود. من در ناحیه مقدسه سامرا دلم را به سروستان لحظاتی می بخشم که آیین کاری ها آن را به رکوع می آورند تا در نورافشانی چلچراغ‌ها عکس غربت مردی را انعکاس دهند که نامش با بهار حس بودن را در جانمان تازه می کند. قصه های مادر بزرگ همیشه به غیبت آن مرد ختم می شود و امیدوارم یک روز نزدیک او نفسش را به شهر بدمد تا مادر بزرگ برای من این بار قصه ظهور را تعریف کند. لب ما و قصه زلف تو چه توهمی، چه حکایتی، تو و سر زدن به خیال ما چه سخاوتی، چه عنایتی. به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کنج لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی. به جمال وارث کوثری، به خدا حسین مکرری، به روایتی خود حیدری، چه شباهتی، چه اصالتی. آقا جان بلغ العلا به کمال تو، کشف الدجا به جمال تو، به تو و قشنگی خال تو که نشسته با چه ملاحتی. آقای من تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، نه مرا نبین. آقا جان نه مرا نبین، رصدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن. ز درت بیا و تو ردم نکن، تو که از تبار کرامتی. به نام خدای سبحان و با شور و شین و عشق به وجود مقدس امام انس و الجان حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه به شما سلام میکنیم از جایی که فرشتگان نفسشون پر است از عطر خوش مسجد مقدس جمکران. بهترین سلام ها رو به شما تقدیم میکنم. بینندگان خوب و درجه یک شبکه قرآن خیلی خوش آمدید. تبریک هزاران و شادباش هزار بر شما پیروان حیدر کرار و انشالله که این روز بر شما فراوان مبارک باشه، روزی که روز شادی دل مؤمنان هست و آغاز زعامت آقا جانمون حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه، آغاز امامت و ولایت او که انشالله نوش جان همتون باشه و بر دل و جان ما مبارک باشه و این اتفاق بزرگ یاد خدا رو در دل ما بیشتر و بیشتر شکوفا کنه. خیلی خوش آمدید به مسجد مقدس جمکران. عیدانه رو خدمت شما تبریک عرض میکنم مجدد، به ویژه محضر مقدس رهبر عزیزتر از جانمون و همه کسایی که عشق محمد و آل محمد رو در دل دارن. دانای راز این بزم ارادت و محبت و شادی ما در چنین روزی برادر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب صلح میرزایی هستن که بیچاره شما بهشون عرض سلام و خوش آمد و تبریک دارم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا صالح. عرض سلام و ادب دارم محضر امام زمان علیه السلام، محضر حضرت عالی خیلی ممنون جوادی عزیزمون و ملت عزیزمون، مردم به حق صبار و شکور ایران که پای پرچم امام زمان علیه السلام و پای پرچم زمین سازی ظهور حضرت ایستادن. درود میفرستم به روان پاک شهدا و امام عزیز که این مسیر رو برای ما
هموار کردن، واقعاً امنیت رو به ما هدیه کردن بتونیم ما بنشینیم و گفتگو کنیم و انشالله این گفت و شنود ما مرضی نظر امام زمان علیه السلام. انشالله بهترین دعا همینه. خیلی خیلی متشکرم. اما صبح اگر بیننده یاد خدا بودید در موردش صحبت کردیم. بازم خدمتتون دست از بیننده‌هایی که در این لحظه بیننده یاد خدا هستن عرض می‌کنم دیشب اتفاقات خیلی قشنگی در مسجد مقدس جمکران رخ داد، از جمله به اهتزاز درآوردن پرچم عزیز کشورمون، پرچم جمهوری اسلامی ایران در صحن مقدس مسجد جمکران بود. در جای جای این صحن مقدس و آسمانی هم این پرچم واقعا زینت بخش این مجلس و این مسجد هست و این رو به یاد همه میاره که بله، ایران عزیز ما پیش قراول این کاروان گل محمدی است و پرچمدار انتظار و منتظران حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه. اتفاق بزرگی که مسئولیت بسیار سترگی رو بر دوش همه ما ایرانیان و شیعیان و محبان حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه میگذاره. دلم میخواد در خصوص این مسئولیت صحبت بکنیم آقای صلح‌میرزایی و چطور باید از عهده این مسئولیت بر بیایم و منتظر حقیقی امام زمان باشیم. انتظاری که فرمودن افضل اعمال هست، یعنی خودش یک عملی است، یک فعلی است که باید اون رو به منصه ظهور بگذاریم. در مورد این صحبت کنیم. بسم الله. بسم الله. خب ببینید، انتظار فرج به معنای عام کلمه، یعنی اینکه انسان منتظر باشه که گشایشی خدا برایش باز بکنه، این همیشه عبادت بوده، در روایات ما به صورت عام آمده. اما انتظار فرج امام زمان علیه السلام از اون جهت که فرج و گشایش برای همه انسان ها هست، خب اهمیت بیشتری داره. خود حضرت هم امر کردن که این کار انجام بشه و مردم دعا بکنن برای فرج امام زمان و گشایش و اون امنیت و آسایشی که قرار ذیل رهبری اون امام الهی ما اتفاق بیفته. خب میدونید در طول تاریخ فهم این انتظار معنی مختلفی داشته. من خواهش میکنم از پسران گلمون، دختران عزیزمون جستجو کنن انتظار در دیدگاه حضرت امام رو در فضای مجازی. یک فیلمی از حضرت امام هست، یه سخنرانی است که امام چندین دسته میکنن منتظران رو، خیلی خوب توضیح دادن ایشون. من خلاصه ای از اونو بخوام عرض بکنم، ایشون میگن خب یه عده‌ای بودن که اینها مثلا قائل به این بودن ما خودمون آدمای خوبی باشیم و در حد اطرافیانشون هم یه تذکراتی میدادن. حتی امام میگن بعضی از اینا آدمای مقدسی بودن، روایاتی داشتیم که شمشیر رو اسب فراهم بکنید، اینها یک شمشیر رو اسب هم فراهم میکردن. خب قدیمی ما اینجوری بودن دیگه، بعضیا مثلا یک شمشیری تو خونه برای خودشون مترصد بودن برای اینکه این اتفاق بیفته. اما حضرت امام و شبیه ایشون زعمای شیعه در این سطح تفکری به این نتیجه رسیدند که اگر ما بخوایم کاری بکنیم برای زمینه سازی ظهور امام زمان علیه السلام، باید یک کاری بکنیم که بشریت به التجاع برسه و آرزو بکنه زودتر حضرت بیاد. یعنی یک نیاز و آتش حقیقی درون بشر پیش بیاد، به فهم حقیقی حضور و ضرورت امام زمان برسه. یه طرحی رو حضرت امام طراحی میکنن، از سال 41 شروع میکنن این طرح رو پیگیری کردن. خب قاعدتاً ایشون نیاز داشتن که اول یک پهنه‌ای از زمین مؤمنین بتونن با همدیگه یک اتحادی رو تشکیل بدن دیگه. خب یه مانعی وجود داشت، اون هم رژیم منحوس پهلوی بود که عملاً ژاندارم استکبار تو منطقه بود و داشت میرفت به سمت حذف اسلام دیگه. این اواخر دیگه تاریخ هجری رو عوض کرد، بعد یواش یواش داشتن به سمت نمادهای دینی میرفتن، کشف حجاب و بله، جلوگیری از روزه‌های سید شهدا و بله اتفاقات اینچنین. بله، بعدش مراکز فساد و به بهانه‌های مختلف اون جشن 2500 ساله و اون اتفاقات عجیب و غریب. بله. حضرت امام گفتن خب بعد اول این مانع برطرف بشه. 14 سال طول کشید تا این مانع به این نتیجه مردم برسن که اصل مشکل این شاهه، باید این شاه بره. بزرگان ما، پدر مادرای ما، اینها کسایی بودن فهمیده بودن. جوانای عزیز ما بدونند که وقتی که با رفتن او اینگونه مردم جشن گرفتن، میدونستن چه اتفاقی در این کشور افتاده. ولی 14 سال این تلاش مبارزین طول کشید. بعد که امام به سرعت گفتن باید یک جمهوری اسلامی تشکیل بشه. میدونید اوایلی که حضرت امام اومدن اسفند ماه اومدن قم و در قم تشریف داشتن تا اینکه حالشون بد شد مجبور شدن ایشونو برگردونن تهران. بله. حضرت امام
خود حضرت آقا فرمودن ما اومدیم قم زیارت امام خیلی ناراحت گفتن چرا شما قانون اساسی رو پیگیری نمی‌کنید و عصبانی. و بعد رأی‌گیری انجام شد، بعد پیشنویس قانون اساسی و اسلام اومد درون این قانون و بعد امامت و رهبری به عنوان نحوه حکومت در قانون اساسی قرار داده شد. یه موقعی برخی از علمای عراق اومده بودن قم، یه جلساتی با هم داشتیم، اینها گفتند که ما هرچی تلاش کردیم این همه شهید دادیم، آخرش قانون اساسی ما قانون اساسی اسلامی نشد، سکولار نوشته شد. ولی امام پای کار ایستاد، شهید بهشتی و برخی از بزرگان انقلاب پای کار ایستادن. اسلام به عنوان شرط صحت هر قانونگذاری و فوق همه مواد قانون اساسی اتفاق افتاد. این مرحله دوم بود که امام میدونستن باید این مراحل طی بشه. مرحله سوم رو اینگونه دیده بودند که همه حاکمان و دولت مردان و کارگزاران به معنای واقعی مسلمان باشن، نه اینکه ظاهرا مسلمان باشن و دنبال این باشن که اون حکومت جهانی رو پیگیری کنن. آخرین پیامی که حضرت امام در سال 68 به مناسبت نیمه شعبان میدن، اوایل فروردین، حضرت امام میفرمایند که مسئولین باید مشکلات مردم رو پیگیری کنند، ولی بدانند نباید این کار باعث بشه که اون حکومت جهانی رو فراموش بکنن. اگر این مرحله رو ما طی بکنیم و بعد میرسیم به مرحله چهارم که یک کشور اسلامی خواهیم داشت که نمونهش در اون کشور عدالت هست، در این کشور وقتی به حد اعلای خودش برسه عزت هست، آزادی هست، برادری هست، استقلال هست، اخلاق و معنویت و عقلانیت و رفاه در این کشور وقتی به وجود اومد، این میتونه الگو بشه برای دیگر کشورهای اسلامی و اون تمدن نوین اسلامی شکل بگیره. بشر وقتی میبینه همه این آرزوهایی که داشته که این چند تایی که من اسم بردم در بیان گام دوم آقا نام بردن، همه اینا در یک مکتب داره خودش رو نشون میده، بشر سوال میکنه میشه ما هم در واقع به این اتفاق بپیوندیم؟ صاحبان این تمدن خواهند گفت یا آقای خواهد اومد که آنچه که ما تا حالا بهش رسیدیم 2 حرف از اون حروفی از الفبای علم که در اختیار ایشونه. بشر اون موقع است که خودش رو در یک حالت انتظار و آتشی میبینه. ببینید این تلاش هایی که بشریت در این سالهای متمادی کرده، یه مدت زیادی رفتن پای پرچم مارکسیستا سینه زدن و اونجا چقدر کشته دادن، بعد فهمیدن که آقا این جواب نداد، شاید پوچ و باطل بوده. بعد اومدن سراغ لیبرالیسم. خب دیدید دیگه بعضی از اندیشمندان آمریکایی که حالا نامشون رو من در این مسجد مقدس نمیبرم، اینو گفتن دیگه ما ته تاریخیم، این لیبرال دموکراسی آخر تاریخه، بشر هر چی بخواد رو بکنه فوق این دیگه نیست. خب بعد ثمرش چی شد؟ ثمرش همین اتفاقی افتاد که در این شاید بشه گفت از 2003 مثلا 1382 به این طرف شما ببینید چند میلیون نفر در اطراف ایران عزیز ما کشته شدن یا به شهادت رسیدن توسط تکفیری‌ها، توسط خود آمریکایی‌ها، توسط جنگ‌های ها. یعنی این اتفاق نشون داد لیبرال دموکراسی چیه. بشر داره می‌بینه چیزی جز کشتار جمعیت بشر نیست. یه ظریفی حرف خوبی میزد، میگفت که اون ظریف نه، بله، میگفت که صاحب اندیشه‌ای، بله. دقیقی، یه آدم دقیقی، ایشون میگفت که تمدن غربی همین نتانیاهوه، همین ترامپه، چیزی غیر از این نیست. فقط روش کشیدن، جذابش کردن، ادکلون بهش زدن. یعنی همون خانومی که تو فروشگاه‌های نیویورک می‌دیدینش اومده با بچه‌ش خرید بکنه، این همون خانومی بود که رفته بود در زندان ابو غریب و اون جنایت‌ها رو می‌کرد و عکس می‌گرفت از شکنجه‌ها. اون آقایی که ادکلون زده و کراوات و کت و شلوار خیلی برازنده، شما می‌بینید در خیابون‌های مثلا واشنگتن داره قدم میزنه، این وقتی میومد در عراق چیکار میکرد؟ شرط بندی میکردن اینها برای اینکه این خانم باردار فرزندش الان پسر دختره، او رو میکشتند و بعد معلوم میشد که برنده این شرط بندی بوده و شکمش رو پاره میکردن. یعنی بشر فهمید، هر کس هم که تردید داشت به نظر میاد یکی از دستاوردهای این دفاع مقدس 12 روزه ما و طوفان الاقصی برای کسایی که خیلی دیگه شاید خوشبین بودن، ما خونهای عزیزی از دست دادیم. حداقل 1064 نفر گل آن این کشور، چه فرماندهانمون، چه دانشمندانمون، بله، چه غیر نظامیان، زنان، دختران، کودکان، شیرخواره ها به شهادت رسیدن. ولی خب خیلی‌ها به خاطر خون این شهدا بیدار شدن، فهمیدن عجب این حقوق بشری که اینا میگفتن، حقوق زنی که اینها میگفتن. فرض بکنم بشر داره میفهمه
که اون شعارهای فمینیستی که گفته میشد خودشو نشون داد. دیدید اخیراً خبرنگارهای فلسطینی رو و غیر فلسطینی رو شهید کردن. الان نزدیک 300 نفر فکر میکنم خبرنگار فقط از اول طوفان الاقصی تا حالا به شهادت رسیدن. خانم هایی که اومدن خبر بعضیشون حتی حجاب هم نداشتن. این یادتون از خانم شیرین ابو عاقله، ایشون خب حجاب خاصی هم نداشت، یه خبرنگاری بود با اون یونیفرم مخصوص، اون شهیدش کردن. نشون داده شد بشر فهمید که این لیبرال دموکراسی این چنینه، کمونیست رو فهمید و تجربه های دیگه جواب نمیده. این که شما میبینید علاقه‌مند شدن مردم به این پیام اسلام نابی که حضرت امام از اهل بیت گرفتن، این میتونه یک مسیر باشه. من میخوام عرض بکنم که این مسیر زمینه سازی ظهور امام زمان علیه السلام ظاهرا از همین 5 مرحله انقلاب ما میگذره. تصویر دیگه این انسان به ذهنش نمیاد. یه دقت روایی رو رهبر انقلاب کردن، خیلی جالبه. ایشون این روایتی که ما شنیده این بارها که یملأ الله به الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. خب بعضی نسخه ها نوشته بعد ما ملئت ظلما و جورا. تصویر ما اینه که جهان میره به سمت یک پلیدی، تاریکی مطلق، انفجار ظهور اتفاق میفته. اما حضرت آقا میفهمن نسخه هایی که بررسی شده این کما ظاهرا نسخه اصحه، یعنی بشریت یه موقع‌های دوران نمرود و فرعون رو، دوران مغول و دوران هیتلر و اینها رو تجربه کرده و بعد در زمان حضرت یک دوران پر شدن از عدل و داد رو تجربه خواهد کرد. پس ظهور امام زمان علیه السلام طلوع، نه انفجار. یعنی باید کار کرد، باید تلاش کرد. شما ببینید همین 40 که حضرت عالی توفیق داشتید، بالاخره بیش از 20 روز اونجا بالاخره دلهای ما رو بردین و همسال بنده امسال توفیق نداشتیم متاسفانه. خب ببینید شما یک مدینه فاضله‌ای که افلاطون و فارابی و این دانشمندان این چنینی دنبالش بودن، شما اونجا میبینید یک قابی از اون مدینه فاضله رو انسان میبینه. شما دیدید به محض اینکه وارد مشایه میشید درسته، همه مردم انگار که موجودیاشون با هم دیگه احساس نمیکنن این مال من، این مال شماست. همه یک سنخ میشن، همه یک سنخ میشن، یک نفس، یک دل. بله، یعنی اون اتفاقاتی که اونجا میخوره، اون پیرزنی که خونش رو میفروشه میاد تقدیم میکنه، اون بچهای کوچکی که وایسادن بین راه لبک یا حسین میگن یه دستمال کاغذی گرفتن، اون آقایی که با یک کوزه آب آمده، واقعا همینطوره. پس حاجی سلمیزی، شاید بزرگترین وظیفه ما به عنوان منتظران ظهور صاحب الزمان اینه که اولا خودسازی بکنیم، معرفت و بصیرت خودمون رو بالا ببریم و سعی بکنیم این معرفت و بصیرت، یعنی وجوب و ضرورت حضور و ظهور امام زمان سلام الله علیه رو به دیگران هم منتقل کنیم. کما اینکه اتفاقی در عالم داره رخ میده، این معرفت و این بصیرت و این تقوا رو داره در دلهای همه آزادگان دنیا شعله ور میکنه. خیلی متشکرم آقای سلمیزی. یه بخش رو با هم ببینیم. کنار شما و بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. آنچه که داریم در خصوصی صحبت میکنیم چیزی نیست جز یاد خدا و یاد ولی خدا که دل و جان ما رو صفا میده و پر از نور و زیبایی و دعا میکنه. ممنونم که با ما همراه هستید. اینجا مسجد مقدس جمکران و این ثانیه های شیرین انتظار حضرت صاحب الزمان. بفرمایید. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. از مسجد مقدس جمکران پیش روی شما هستیم در ثانیه‌های زیبای 9 ربیع و لحظه‌های آغاز امامت، ولایت و زعامت آقا جانمون حضرت صاحب الزمان صلوات الله و سلام علیه. امروز صلوات بر محمد و آل محمد. سعی بکنیم زیاد صلوات بفرستیم، برای سلامتی آقا نذر بکنیم، به هم عیدی بدیم، لباس قشنگ بپوشیم. بهترین هدیه که میتونیم به هم بدیم همین لبخندی است که بر صورت ماست و این روز رو عیدانه و شادانه بگیریم و به هم تبریک بگیم. آقای سلمیزی، در خصوص افضل اعمال یعنی انتظار فرج داریم صحبت میکنیم. خب شاهد هستیم در برخی از نقاط دنیا دانشجویان و جوانان اروپا و امریکا که آقا یک نامه‌ای هم براشون نوشتن به فراخور حالی که داشتن، دوچار یک بیداری شدن. بله اونها شاید مسلمان نباشن، روزه نگیرن، نماز نخونن، اما اونها هم در طلب یک منجی هستن، در طلب یک فرج، یک آزادی و یک گشایش هستن. و شاید مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم
اینه که این بیداری و این معرفت و این بصیرت رو غیر از این جوانان، غیر از این دانشجویانی که حتی به بهای اخراج شدن از دانشگاه دارن کلام حق رو میگن، دفاع میکنن از مردم فلسطین، مبارزه میکنن با امپریالیسم، باید سعی بکنیم به سایر مردم دنیا هم اون رو منتقل کنیم. این اتفاق چگونه رقم میخوره و چه کار کنیم همه مردم رو با این حقیقت آشنا بکنیم که اگر آشنا بکنیم قطعا اونها هم با ما همراه و همسو خواهند شد. یه تعبیری از آقا دارن سالهای پیش فرمودن که مسئله فلسطین کلید رمزآلود فرج به سمت امت اسلامی است. حالا بعضیا به اشتباه این رو کلید رمزآلود فرج امام زمان علیه السلام گفتن. حضرت آقا منظورشون گشایشی به سمت مسلمینه که البته این یه مقدمه‌ای میشه برای اون فرج اصلی، بصیرت ایجاد میکنه، یعنی معرفت. وقتی امت اسلامی تونست یاد بگیره حل مسئله فلسطین رو که مهمترین مسئله است، بزرگترین مسئله است، باب مسئله حل کردن دیگه براش راحت میشه. این در واقع بالاترین حد سوال و سختیه. همونطور که فرمودید دانشجویان الان در سمت درست تاریخ ایستادن به تعبیر رهبر انقلاب. من فکر می‌کنم بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم همینه که آقا در دیدار با دانشجویان خودمون سال 403 در فروردین فرمودند که اگر همه آرمان‌های جمهوری اسلامی رو ما در 2 آرمان خلاصه کنیم، این 2 آرمان اینه: پیدا کنیم اول الگوی اداره مطلوب اسلامی چیه که به این شعارهای 9 گانه‌ای که من عرض کردم برسیم، مثل آزادی و استقلال و معنویت و اخلاق و اینها، و بعد در کنار این اتفاق بتونیم اینو ارائه بدیم. ارائهش چیه؟ اینه که محقق بکنیم روی زمین این الگو رو. یه موقعی آقا گفتن که یه دانشمند از دانشمندان مصر گفته بود بهترین راه تبلیغ اسلام اینه که ما یک نمونه موفق رو روی زمین بشر نشون بدیم. الان اگر شما می‌بینید این دانشجویان بالاخره یک اظهار تنفری دارن میکنن از این اقدامات این کودک کشان اسرائیلی، در واقع یک چیزهایی رو دیدن دیگه. یعنی بنای بر مسئله فلسطینی بود که تفاهم بشه دیگه. با کمپ دیوید قرار بود که دیگه تموم بشه کار، اما امام اومدن مسئله فلسطین رو آوردن رو صدر مسائل و پاشم ایستادن. فقط قدس رو بنا کردن. یعنی روز قدس یک مسئله بود و نذاش فراموش بشه فلسطین و بعد کمک کردن و تلاش کردن که این مجموعه‌های فلسطینی خودشون خودکفا بشن. شما دیدید طوفان الاقصی رو خودشون طراحی کردن، خودشون وسایل موشکیشو ساختن، خودشون عملیات رو اجرا کردن و خودشون هم دارن مقاومت میکنن. 3 دقیقه وقت میخوام عرض بکنم وقتی که ما بتونیم اینو محقق بکنیم، اون اتفاق رسیدن این خبر به بقیه جوانان میفته. یعنی وقتی بیان ببینن که یک ایران با عظمت متحد، عقلانیت توش موج میزنه، مردم با هم دیگه مهربان هستن، عدالت در اینجا هست، مسئولینشون مردمی هستن با وجود همه سختی ها و تحریم ها و گرفتاری ها. بله. یکی از دوستان ما میگفت که ما یک گروهی از دانشگاهیان یکی از کشورها رو بردیمشون برج میلاد. میگفت اینا سوار این آسانسور برج میلاد شدن، رفتن تا اون بالا، گفتن کاری کیه؟ گفتن مهندسه ایرانی. گفتن عجب. همش گفتن بله. گفت اونجا اینا کلاه انداختن. بود عجب، نمیدونستیم اینقدر شما تونستید به این اوج برسید. حالا این قسمت فنی و مهندسیشه. تو بقیه زمینه‌ها من فکر می‌کنم ما باید سمت درست تاریخ بایستیم و این جمله تاریخی رهبر انقلاب یه موقعی فرمودن هر کس در این جمهوری اسلامی هر جایی هست اونجا رو مرکز دنیا بدونه. اون خواهر خانه‌دارمون، اون پزشکمون، معلممون، کارگرمون، پاکبانمون و همه اقشار، طلبه، دانشجو، استاد دانشگاه، استاد حوزه، هر کس هر جا هست اگر دقیقاً اون وظیفه خودش رو انجام بده و همه تلاش روزانه‌اش رو در سبد زمینه سازی ظهور قرار بده، ببینید چقدر تحول ایجاد میشه. ما خیلی موقع داریم کارهای معمولیمون رو انجام میدیم اما یادمون نیست این کارمون داره صرف چی میشه. همون ابرار معاش من اگر با این نیت باشه که من اینو دارم خرج زمینه سازی ظهور حضرت میکنم، دارم یک خانواده مؤمن رو پرورش میدم که این خانواده سرباز امام زمان علیه السلام بشه. من معلمی که دارم درس بدم بگم میخوام بچهای مردم رو رشد بدم، بصیرت بدم، بیارمشون در خونه حضرت صاحب علیه السلام. من طلبه، من منبری، اون کاسبی که داره کار میکنه حبیب خداست. اینها همه میتونن در کنار هم کمک بکنن به اون آرمان که ما بتونیم یک در حد ایران
عزیزمون یک ایران مهدوی رو نشون بدیم، بعد این تکثیر میشه در حد تمدن اسلامی و بعد اون انتظار که تعبیر آقا در بیان گام دوم این بود که وقتی ما به تمدن برسیم نزدیک میشویم به طلوع خورشید ولایت عظمی، ارواحنا فدا. خیلی خیلی متشکرم. ارادتمند. بچه‌ها بگن چقدر فرصت داریم. خیلی ممنونم. حاج رسول می‌ذاری خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون و سپاسگزارم. ما یک دو روزه زحمت دادیم به شما استفاده کردیم. امیدوارم که همه ما وقت رو تلف نکنیم. از خودمون شروع بکنیم، از زهد و تقوا در وجود خودمون، خانوادهمون آغاز بکنیم. اینها انتظار فرجه و سعی بکنیم این بصیرت و این معرفت رو به دیگران هم منتقل بکنیم. آقا خیلی ممنونم. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید در مسجد مقدس جمع کردن. خیلی خیلی متشکرم. عیدتون مبارک باشه. 100 سال به این سالها باشه. با چند بیت دلبرانه قاسم صرافان با شما خداحافظی میکنم. خطاب به حضرت صاحب الزمان و شما هم دلتون رو پرواز بدید در مسجد مقدس جمع کردن. آقا جان به جمال وارث کوثری، به خدا حسین مکرری، به روایتی خود حیدری، چه شباهتی چه اصالتی، بلغ العلا به کمال تو، کشف الدجا به جمال تو، به تو و قشنگی خال تو صلوات هر دم و ساعتی. آقا جان تو که آینه، تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. یا علی مدد. خدا نگهدار.